السلام علیکم دوستان عزیز. در این نوار ما تاثیر قوه‌های ارخیمدی، قوه چندیری و قوه وزنینی را دیده می‌بریم. با ما لازم می‌شود باری مس 800 گرم، دینامومتر که در اکران دیده ایستاده و کم آب برای مشاهده قوه ارخیمدی. اکنون بیایید شروع می‌کنیم با چین کردن قوه‌ای که به آن همین باری مس 800 گرم تاثیر می‌کند و ما موافق فرمولا ما می‌دانیم که کدام قوه به آن همین بار تاثیر می‌کند. F برابر mg هست و g ما تقریبا به 10 متر تقسیم ثانیه برابر است و وقتی که ما این بار رو به اینجا آویزان میکنیم دینامومتر ما راست 1 نیوتن را نشان داده ایستاده است. اکنون بیایید میبینیم که چی طور قوه ارخیمدی وزن آن همین بار را کم میکند. ببینید که من وقتی که جسم رو در داخل آب میاندازم دینامومتر نشان داد دینامومتر خرد میشود. چطوری که دیده ایستاده دینامومتر ما قوه زیادتر از 0.6 نیوتن را نشان داده ایستاده است. در تقسیمات ششم بین تقسیمات های ششم و هفتم قرار دارد. اکنون بیاید قسمت به قسمت حساب و کتاب آن همین میگذاریم. چطوری که میبینید سیستم ما در مورد اول در چنین حالت قرار داشت و در این حالت ما میبینیم که به آن همین باری مس 800 گرم چه قوه ها تاثیر میکند. بیاید این قوه ها را تصویر مینماییم. در مورد اول به بار چه قوه ها تاثیر میکنند. اول قوه وزنینی. قوه وزنینی مقابل قوه وزنینی قوه چندیری پروژینه دینامومتر تاثیر میکند. قوه چندیری در حالت موازنت هر دوی این قوه ها به همدیگر برابر می شوند، یعنی قوه چندیری با قوه وزنینی برابر می شود. بیایید از اینجا سختی پروژینه همون را حساب میکنیم. سختی پروژینه که در دینامومتر هست آن را حساب کرده میبینیم که با چند نیوتن تقسیم متر برابر است. ما میدانیم که قوه چندیری فرمول قوه چندیری با چی برابر است؟ K دلتا L این قوه چندیری ما می باشد برابر قوه چندیری. قوه وزنینی باشد mg برابر قوه وزنینی. اکنون ما میدانیم که قوه چندیری و قوه وزنینی به همدیگر برابر هستند. پس K دلتا L برابر می شود با mg. از اینجا ما K رو میابیم ولی به ما دلتا L معلوم است. تقسیمات دینامومتر از 0 تا 1 نیوتن 2.5 سانتی متر می باشد، یعنی دلتا L ما یعنی تغییریابی درازه پروژینه این 2.5 سانتی متر یا اینکه 0.1025 متر می باشد. پس از اینجا K رو پیدا میکنیم. K برابر است با mg تقسیم دلتا L. مس ما 0.10 می باشد. 0.10 ضرب 10 g ما به 10 برابر است تقسیم 0.1025. این می شود 0.10 ضرب 10 می شود 1 تقسیم 0.1025. این برابر می شود با 40 نیوتن تقسیم متر. یعنی ما سختی پروژینه را در اینجا پیدا کردیم. سختی پروژینه همون رو پیدا کردیم. اکنون بیایید مسئله را در مورد دوم میبینیم. در مورد دوم به آن همین جسم مس 800 گرم چه قوه ها تاثیر میکند بیایید تصویر میکنیم. فرض کردیم که آن همین جسم ما میباشد با اون قوه پیش از همه باز همون قوه وزنینی با سمت بالا باز قوه چندیری، ولی در این حالت قوه چندیری کمی قیمت خود را تغییر میدهد چون که درازشوی پروژینه کمتر است. ما آن را در نوار دیدیم. ما آن را در تجربه دیدیم که درازشوی پروژینه در حالتی که ما بار را به آب میگذاریم درازشوی پروژینه کمتر میشود. پروژینه کمی به بالا میرود. از این لحاظ قوه چندیری نیز باید کم شود. از حسابی که قوه چندیری کم می شود از حساب قوه ارخیمدی که به سمت بالا روانه است. در اینجا قوه ارخیمدی نیز تاثیر میکنه.
قوه ارخیمدی اون رو با رنگ سفید قید کردیم. و در حالت موازنت باز همان به حالت موازنت میایم. در حالت موازنت سوم قوه های بیاید در اینجا من قوه چندری رو نشان دهم، نشان ندادم. قوه چندری، سوم قوه های چندری و ارخیمدی باید با قوه وزنینی برابر شوند. یعنی جمع قوه های ارخیمدی و چندری باید با قوه وزنینی برابر شود. پس بیاید این رو می نویسیم. قوه ارخیمدی در حالت دوم، قوه ارخیمدی جمع قوه چندری باید برابر شوند با قوه وزنینی. و قوه ارخیمدی ما در اینجا هم به صفت مایع ما آب رو استفاده بردیم. پس در قوه ارخیمدی ما زیچی آب رو میگیریم. حجم جسم رو بیاید در اینجا حساب میکنیم. جسم ما آلومینی بود، زیچی آن برابر بود به M تقسیم V. از اینجا حجم جسم رو حساب کردن ممکن است که V برابر می شود به M تقسیم رو و قیمت های عددی رو گذاشته. ماسه ما 100 گرم می باشد، زیچی ما 2700 کیلوگرم تقسیم متر کوبی و این قیمت ها رو می گذاریم. جواب ما می براید 37 ضرب 10 در درجهش مینوس 6 متر کوبی. پس ما حجم جسم آلومینی رو، بار آلومینی رو حجمش رو معین کردیم. اکنون ما در اینجا یعنی قوه ارخیمدی رو نیز معین کردیم. بیایید اکنون قوه چندری رو در حالت دوم میبینیم و قوه چندری ما در حالت دوم باید به ان همون تجربه ما موافق آید. یعنی در تجربه ما تقریبا به زیاده از 0.6 نیوتن برآمده بود. کمی از 0.6 نیوتن پایینتر، ممکن 0.65 یا 62. حاضر آن را میبینیم. قوه چندری رو از اینجا میابیم برابر میشد با قوه ارخیمدی به آن طرف گذشته منفی میشود. قوه وزنینی طرح قوه ارخیمدی. قوه وزنی البته تغییر نمییابد، همون mg میشود. بیاید در جای اون در حال من mg می نویسم. mg طرح قوه ارخیمدی ما باشد. فرمش رو باید دانید. زیچی مایع در اینجا به صفت مایع ما آب رو انتخاب کردیم. پس زیچی آب ضرب حجم قسم غوطیده جسم، در اینجا ما پر جسم رو غوطاندیم. پس تمام حجم آن که در اینجا ما یافتیم اون رو ضرب جی در اینجا باشد. قیمت های عددی رو گذاشته میبینیم که جواب ما می شود که 0.63 نیوتن. درست؟ انیق؟ سیاه. یعنی در مورد دوم قوه‌ای که به پروژه تاثیر میکرد، یعنی دینامومتر قوه 0.63 نیوتن را نشان داد. پس از اینجا معلوم می شود که حساب و کتاب نظریوی با تجربه با دقیقی و صحیحی خیلی زیاد موافقت میکنند. این بود یکی از ساده ترین تجربه ها و حساب و کتاب در موضوع قوه های ارخیمدی، قوه های چندری و قوه وزنی. البته تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز و گرامی.